سلام علیکم. بله سلام علیکم. قش قش نکن ماما، قش قش نکن ماما. برو به صلاح خود قش قش نکن ماما. چه اینا نتی میریختی مثل برو قش قش نه. قش قش نکن ماما. بله بفرمایید. سلام علیکم. زنده باشین. خوبی؟ زنده باشین. میگم ای مامان نوروز همسایه شما نه؟ کی؟ مامان نوروز. مامان نوروز؟ آه. همسایه شما نه؟ بله. مامان نوروز؟ بله. تو مثل که عقل کمال نداری. این مامان نوروز همین سرا پهلو همین سرا پهلو سرا اینا خب ماما جو بیان بپرسم. یک معلوماتی داشتم. از چی بابا؟ همین مامان نوروز آدم خوبی هست، مردم خوبی هستم. که چره؟ به خاطر اینکه ماما این با خسرونی بیان گفتم باشه حال از این سایه اینا یک معلوماتی بگیریم. آها. به کدو برای خونه ای؟ من به خود خو. به خود خو. بله. وای 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 برارم البته شما آدما بیعقلی. نه چه خدا نکنه. سیکل علایم این مامان نوروز مالی از بیعقلی از سادگی. تو برو به پیش این نجارا پرسان کو 70 سنتی کج را میره. خوب این آدم سینی همیت بد اخلاقی پول ملا مچیت نمیده حقوق ملا نمیده. کاکا جو چی بگم به تو؟ چی بگم به تو؟ آدم کلونه ایت یک همسایه از می سر کوچه دو طرفه صدا کن تک تک بگم مامان نوروز اشته آدمیه یکی خودی از یک رفتار خوشی نداره. بدایی که خیلی بینی شما ور افتاد آدم. خب ما بیانو که تو سعی کنم که اینا همیتر عقل کمال دارم مردم خوبی هستم. با قصی عقل کمال نشو از او که بخور رخصته او عقل اگوش خوبیری کو. ها بدایی که خیلی بینی برار من سال به 12 ما یک عروسی داره سال به 12 عروس خود چلاخ کرده از زده لک زده. بیلا ها سختیه بزنه بچه خود لباس نمیخره. نون از شما که امروز نمزاددار نشید خدای رستی تو بیا با مفتزه میکنه. مگر تو لباس نیاری چیزی نیاری برداورد نکنی مثلا شیرینی خوری نکنی ایت چیزا بعدی میایه. آدم ظالمیه. تو دمی که دست عروس میته نگرفتی تو به سرا رو نمیده. آدم ظالمیه. ظالمه به قصه ظالمی نشو. برو حیف شما نکرده. موجو خیبه ما مرد میته نفر میگشون کردیم اینا معلوماتی. یا کم اینا لالا خیلی مردم گوشمی ام. ها پس تختکم هم دیگه. برو. خداحافظ شما خیلی بینی. خیلی بینی برو. با مادر خوبو که برارمه. بگو ما برفتم از همسایه‌ها معلومات گرفتیم گفتم اینا اصلا اخلاق مردمی ندارن. سال به 12 ما برارم ما از این سر کوچه دست از این عذابه. وای وای وای. تفلک بیامده به پیشکی. همین مامان نوروز مرتگه به سنگ بکشه مال 16 مسخال عقل کمال ندارم. زن از این گنده تره. دختر سیکو سال به 12 دست خود به پیش خود پاک میکنه. وای 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 وای. مگ با خدا همین شهر به شما بیارم مایم یا آی می یا نون می یا علف می. به قیخ کش میته قیخ کش مثل خری بری میگه قیخ کش. سخت گو بی عقلیه. من میگم من بی عقلیم. گریه کو اوه جگاه قیخ کش که نفس تو بالایت توی بابرم بدم قصبی ما دینم مد قصاب که کار دا بکشه به تا سر تو جیگر بده به من پخته کنی. میگم افزی بله تو چه تفضیلی ها میکنی؟ تو چه منافقی ها میکنی؟ تو شرمایه نداری؟ ها؟ تو چرا تو شیطونی منافقی میکنی؟ گردنم بند با شما من روز اگه من اگه عباسیم بشناسم من عباس بشناسم من عباس امرو به دست سرش من نماده ببین عباس کینه؟ از اون قلی بالا برای قیصدی. خب من قلی بالا چی میشناسم ماما؟ بیا اومده به دست سرش اومده ببین گردنم بند با شما با لنگ من نماده. ای منافق نگو که به دست سر من نماده ببین. من کی حق خونده خورده بیدم موشا خونده ندادم. کی حق شما رو خوردم؟ من نگفتم. ایشتا نگفت که نگفتی گردنم بند با شما نگفتی که تو رو میگم حرام میکنم. با خدا برون پیار خود بیارم هم قطع شما حق مهر بیا مسخر شیطون. من پیار بطاله نداره بیابله چه من میزنیم. تو هم شرم حیا داری یا نه؟ من چه کاری من شرم حیا؟ تو هم مقدر عقل کمال داری؟ غیر هم منافقی و مفسدی به همین دزی. من چی کار دارم دختر شما؟
من دخترش من مایوم. من از خود زنی دارم. بو تو کی بدا آدم بدبخت؟ من نمایوم. کی بو تو بدا؟ من میرم من خرج دادن دست نمیتونم. کور به الله نمیرسه نگه الله تو روشه. من اول میزن خود خرج دادن نمیتونم. خرج بخن پیار تو چه منه. پا منافقی میکنی؟ که گفتم من چه کار دارم؟ منافق. همه مردم بیاد دخترشو کم 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 تن بیشتر میزن ولی. همه مردم بیاد بستونه. همه مردم. دیگه تو منافقی نکن که طولم ترجیح میزنم. بله مثل که مفتکر حکه. کم کم که طولم تخفه میکنم. بابا! مرگ بابا! بابا! نانه! جخ من کم جخ کو. با خدا نانی من لیباتیه. نانه! خلقش نکش که کلی طول هم تمی تنه میکنم. میفهمی یا نه؟ ریخ نکش دیگه. نانه! ریخ نکش کلی تو برم یک. ریخ نکش میگم. تو که نانه خود میارم در سلا شما تو کجایی؟ برو به هر جا که میری برو. نانه! مسخره کردی با من انداز. اگه مردی مستکت بیاید. برو که تو من یک کارو میکن برو. برو دیگه. نانه! نه نمیگی ها. بس تکن. خیلیت ایدگل. خیلیت بیا. بیا بردی خواه. او بس نمیکنه. نه یک موتر دیگه هم ماه. سعی کن. من عباس رای کردم امی جایی که به خسرونی رفتیم بریو. رای کردم که برای تحقیق کنه درباره امی ماما نوروز دیگه اسم اینا فکر کنم. ماما نوروز والله خبرها خوش نیاورده برای ما. میگه مردم از اون رزی نیم، میگه همسایه خوبی نیه، آدم سختیه، خود خش رفت آمد خوش نداره. چون محفل به دخترها خو یک دختر دیگه هم میگه مثل که عروس کردم دومادی از اون رزی نیه. ماما نوروز امیت یک خبرهای آورده عباس. یار ایدگل چکا کنی؟ یار ایدگل من نمیفهم الان اگه آدم چیزی نباشه، آدم سفره‌دار نباشه که چارتای بخونه و تحوالاشه. خود عباس رای کردم گفتم برو سعی کن دیگه خود تو برو از خوک و کباس سوار از چی نشه دیگه خودی بیام آدمی گپ زد برای ما. و برار منان بعد تام بری حداقل از 4 نفر دیگه حق همسایه دیگه پرسان کنی که حال ده بفهم که این گپ راستی یا نه. ما تا حال جا حال برابر پیدا نکنیم نمیتونیم برار خوردمات کنیم. الان که ما بعد آدم تبدیل آدم باشه. الان که جا گنده باشه خدای ناخواسته میگه سیکو ایدگل و رمضان مثلا برفتم جا تبدیل به خود پیدا کردم زن کردم به مکه برسید اثر خود تیر کردم. برار خوردم هم است برار آخر هم است مگر به میت 100 جار بگردیم تا جا تبدیل پیدا شه. حالا بازم بریم همین از اون محل میگه بازم بریم ما. تو برو برارم که من کار دارم خود تو میفهمی یک سر دارم 1032 تو برو از 4 جای عل آدم‌ها برابر پیدا کو پرسان کو. این تو برای تو خلاصر بگم برار اگه خیش آدم میمون نوازی نباشه بهم دوری پی نمیارزه. من چون عباس کو بیام یار چیزا خوب تعریف نمیکرد برار. من نمیفهمم چیکار کنم دیگه. صبح مو مرتگه خیش ماشه خودی 4 تا میمون برار تو وقت زبره به خونه خسور خو به در سرا کسی نباشه که در واکنه به جلوی 4 تا میمون. آیا باعث ابروریزی ما هست یا نه؟ من میرم دورپرسی میکنم من تام محل نایت از خو میکنم دیگه بازم یک بار دیگه. همین تو آدم خلاصه باشه که 4 تا میمون بوتون ورس کرده. دیگه من برای آدمی تو آدمیم. من میرم تام محل یک دورپرسی بازم میکنم از خو میکنم. شما هم بریم بخیر. از چند جا پرسان کنی؟ خوبه حتمی ان شاء الله.